سلام عزیزای من، به پیج خودتون خوش اومدید. آرام هستم با یک انرژی خانی خیلی قوی از کارت های تاروت خدمت شما هستیم. از هر کجا که هستی همنیت با من بشو. اگه توی کاتی هستی این پست برای تو، اینجا باش هست اسم خودت، اسم کیس احساسی تو زیر لب بیار، زمزمه کن به نیت بازگشت کیس احساسی. ببینیم پیام تاروت برای امروز تو چی هست. خیلی هم عالی. خب همچون که کارت ها رو دارم میبینم که خیلی زیبا اینجا کیس احساسیتون، آقای رابطه که در حال حاضر بین شما و کیس احساسیتون فاصله هست، مردی واقعا جدی و تصمیم بازگشت رو اینجا براش میبینم. بسیار مصممه و فهمیده شما چه خانومی هستید، چقدر مهربانی داری، چقدر احساسات پاکی داری و انرژی زیادی داری و اون به این نکته، به این باور رسیده که خونه دل تو خونه امنی برای اون هست و به همین دلیل به زودی اینجا نوباوه چوب دست داره میگه به زودی با یک خبر و یا تلفن آشتی رو داری. شما بهت زنگ میزنه به زودی، بهت پیام میده به زودی و با اینکه کمی میترسه به خاطر وابستگی شدیدی که بهت داره، اینجا خیلی میترسه به خاطر وابستگی شدیدی که بهت داره، ولی میبینم اینجا خیلی متحد بهت میخواد بشه، خیلی میخواد که به فکر این هستش که رابطه رو مستحکمتر بکنه، به فکر این هستش که یک رابطه دیگه مثل قبل نباشه و یه سری تعهدات رو میبینم بین شما و اون به زودی اینجا ایجاد میشه. عشقتون عشق پاکی هست، شما اتصال روحی خیلی قوی با هم دارین، با اینکه توی کاتی هستین ولی عشقتون عشق پاکی هست. اینجا کارت عشاق براتون افتاده و به زودی حتما دیدار و خبر و تلفن آشتی رو دارین. از دل من حتما این پست رو لایک کنید و توی کانال یوتیوب میذارم سابسکرایب کنید و دنبال کنید، انشالله که براتون اتفاق بیفته. مرسی.